خب سلام میکنم به دوستداران کانال مانی گیم. من مانی هستم از استودیوی مانی گیم. مزاحم شما دوستان عزیز میشم. میریم مرحله بعدی از شورش در شهر 4 رو، قسمت 4 رو فکر میکنم داریم ضبط میکنیم در استودیوی مانی گیم. دوستان صدا رو یه مقداری از بازی ما کم کنیم، حجم صدا رو بگیریم که بتونیم بازی خوبی داشته باشیم. آغاز میکنیم بازی رو. ببخشید به خاطر تأخیری که در شروع روند بازی داشتیم. کاراکترهای شورش در شهر 1 رو داریم. استریج آف ریج 1. داریم به سوی رئیس اصلی. سفر کم روشن میکنیم از بازی، ضبط بهتری بگیریم از صفحه گوشی خودمون. دوستان حمایت فراموش نشه، لایک، سابسکرایب، کامنت. حمایت از هموطن خودتون داشته باشید، از جوان ایرانی که فعالیت خودش رو در قسمت از یوتیوب آغاز کرده که بخواد به نوعی برای هموطنان خودش مقداری مفید باشه. دوستداران بازی های رترو، بازی های گیم کلاسیک و بازی های موبایل، همونطور که میدونید این بازی رو ما موبایل انجام میدیم، با گوشی موبایل، ولی در حد و گرافیک ایکس باکس 360، ایکس باکس وان اس. تقریبا مایه‌های همون گرافیکا داریم اجرا میکنیم بازی ها رو. کیفیت خوبی دارن این بازی ها روی موبایل. دوستان یه تأخیری در ضبط برنامه داشتیم
حل شد و به بازی برمیگردیم. از سری مشکلایی هست که دیگه توی استودیو آنلاین وجود داره. ایشون هم رئیس راند 4 هستن. رئیس راند 4 ما رو داره شتک میکنه. مهمان ویژه هر شبمون در استودیو حضور نداره الان. در استودیو مانی گیم آوانسی به بازی میدیم و میزنیمش. پایان راند 4 رو داریم. فکر میکنم کاراکتر برامون باز کنه داخل این مرحله. بله، کاراکتر بعدی رو باز میکنیم. آنلاک شد کاراکتر بعدیمون و میریم برای راند بعدی بازی.